مسئولیت و شناختن مسئولیت. ببینید دوستان عزیز، ما واقعا بعد از چندین صحبت ها تصمیم گرفتیم که تا درباره هموطنان باشیم. و خاطر ما طبیعت مردم تاجیکستان را لکه آموختیم که مردم ما واقعا اگر هزار سنگ هم در بالای سرش اگر بزنه و باز هم براش یک استراخوفکا داره، یک جایی را استراخوفکا میکنه که مثال یک گروه سیاسی است، آیا من اگر برای او مراجعت کنم فردا در تاجیکستان برای ما پروبلم نشود؟ در حالی که طرف کیدت کدگه مردمه، با زبان کوچکی بگیریم، اگر طرف راهبریت، حکومت، مسئولین، نماینده که ما داریم، سفارتی که ما داریم، وزارتی که ما ساختیم، اونها آمدن در یک مشکلات سختی که ملت گرفتار شده است، مردم تاجیکستان گرفتار شده است، مردم چیکار کردن؟ کیدت کردن. مثل این همین جانوری که من برای شما حالا میگذارم. خب مرحمت، این شترمرغ است، وقتی سرش در زیر زمین میمونه همون دمش طرف آسمان میکنه، پنهان میشود. این همین عین حکومت امروزه رحمانوف است که مردم پوش گردونده است. مردم در پشتش سرش از تای کورپا کرده، تای دچه هاشون کرده است، دوی خانه هاشون کردن، اصلا مردم نگاه نمیکنن. ما در حالی که گفتم که ما حال یک عکس براتون بگذارم. خب حالا پسانتر من عکس براتون میگذارم که شهروندان ما هم الکی در این مسیر، در این جنگ خانمانسوزی که بین دو کشور است به شهادت رسیدن، کشته شدن. خب حتی تیفلک 45 روزه، واقعا همین منظره خواندن همین مقاله که تیفلک 45 روزه از دنیا گذشت بسیار برام دردناک بود. واقعا برای چی؟ تصور که من راهبر یک حکومت هستم، وقتی من داخل صفحه اجتماعی میشم، داخل فیسبوک میشم، من مسئول این ملت هم میخوانم که فرزند 45 روزه در اوکراین از دنیا گذشت. من مسئولم، نماینده این ملتم، لاف از پدر این ملت، پیشوای ملت، معلم، آموزگار، زن، داماد، خواهر، نمیدونم چیزی نمون که براش نگذاشتن. لاف از این همه بزرگی میزنم. وقتی من میدارم میخوانم که طفل 45 روزه در تای پدولی اوکراین از دنیا گذشت، برای من ننگ باشم چون یک راهبر. مردن من بار راهبر بکی من تا امروز واقعا صدا بلند نکردم در تیم ملت. تا امروز واقعا من نبرآمدم یک گزارش بتیم، یک سفیر پدرسگ آنلاین زنگ بزنم براش تماس بگیرم گم های بناموسای نماینده این ملت، گجادن شما چه کاری را برای ملت کردین؟ کنی یک شماره گوشی شما، کنی ادرس شما، چه کاری را برای این ملت تا امروز انجام دادین؟ 10 روز گذشت، 10 روز. نفر میگه من با افتابوز ازبکستانی مرز اومدم، او دیگریش میگه من ازبکستانی راه بلدی کرده است، دیاس به ازبک من راه بلدی کرده است که بچهش شهروند تاجیکستانی این راه است برو. ولی یک تاجیک را من پیدا نکردم که تماس بگیره گو اکا بسیار لاف نزن. مرا سفیر خودش روان کرد، مرا وزیر روان کرد، مرا دیاسپر، مرا نماینده سفارت، نماینده وزارت کارهای خارجی روان کرد. حتی سفیر در آلمان که 70% مردم من بیا آلمان، 20% 15% ما میره اتریش، حتی این نماینده ها در یک سایت رسمی شون چیزی نگفتن تا حال که تاجیک یک گروه بزرگ میبیا اروپا چه کار باید بکنن. ما میگیم ما پرزیدنت داریم، وطن ما آباد است، شما جنگ میخواین، جنگ نشده ما شما رو اینو کیدت کردن. میفهمین؟ حالا ما در میدان جنگ نیستیم، آیا ما در نبرد نیستیم؟ ما رو فریب کردن، رو گرداندن، واقعا از این ملت یاد رو گرداندن. ملت ها بردن در یک چارچوبه ماندن
فراموش کردن، رو گردوندن. امروز ما حالا هم لاف از همون چی میزنیم؟ لاف از همون نفر پیشوای ملت است، نفر اساسگذار است، نفر فلان است، نفر این است. و خدا قسم این به شرفا ما و شما را آمدن مرحمت کنیم. این همی حکومت رحمانوف است. این همی منظره را که میبینین این حکومت رحمانوف است. این همی حکومت رحمانوف است. داره این همی کار برای ما و شما میکنه. میشنوین؟ پنهان شدن، فرار کردن، خاموشن. کودککای ما و شما میروه در زیر تیر و طوفان، در زیر مرحمت که من عکس برای شما باز هم بگذارم. من مرحمت این همون جنازه طفلک دسترویکی است. 45 روز داره. 45 روز رفت زیر خاک. گناهش چی بود؟ لااقل مسئولان ما آیا برای این کودک یک حرف میزنن؟ من واقعا میگم شاید در ذهن یک راهبری ما شاید حرف میبیو که خب من بشینم در همینجا چی باید فکر کنم؟ آیا گناهی من بود همچون یک راهبر، همچون یک ستاد مخصوص ما آماده نکردم؟ و باز هم میگم اگر که واقعا راهبری ما مردمی میشد احتمال زیاد این کودک نجات میافت. حتی ما یک حرکت سیاسی ما توانستیم نفرامون رو بیرون بکنیم در برابر کمترین همون قدرت و صلاحیتی که در دست داریم. کمترین داریم واقعا. به اندازه حکومت امروزه ما پول نداریم، ما دارایی نداریم، ما دیپلمات نداریم. به اندازه حکومت ما دست ما نمیرسید. ولی خدا را شکر با همین ضعیفی ما توانستیم از آمون را بروریم. حتی هموطنای زیاد از ما اینجا گپ سری مینت و گپ سری چی نیست. واقعا ما زیاد هموطنا را توسط تلفن، توسط تماس ما توانستیم بیرون کردن. جای شد از بچه‌ها از جیباشون صرف کردن. جای مینت نیست، جای گپ است باید گفته شود. بچه‌ها امروز در آلمان فرض کردیم بعضی برادرایی که به هیچ حزب حرکت ربط ندارن در خانه هاشون بردن تاجیکا را جای کردن، نان دادن، آب دادن. ما سپاس میگم به این تاجیکا که غم یک تاجیکستانی دیگر هم میخورد. تشکر برادرایی که من واقعا صحبت کردم فهمیدم از غرور ملی شما ما حس کردم که شما این عضو این ملت، شما وطن دار. ولی تا امروز برای من یک اسناد را، یک مقاله را هر یک سفارت، هر یک وزارت، هر یک حکومت سایت های مخصوصی داره که مردم باید پیگیری بکنن. تلویزیون و رادیوها دا باید امروز تبلیغ چی باشه؟ باید در 24 ساعت باید در این مسئله گپ شود که حکومت در نمیدونم در 24 ساعت توانید جانی 1000 نفر بخره و بیرون کنه. در مالداو قرار داره. حکومت توانید برای پناهندگان تاجیک، برای مهاجرای تاجیک از اوکراین پولچه رفتن هتل های مخصوص، هاستل های مخصوص یا که یک تالاری بزرگ را کرایه کرد براش دیوان، جای خواب، خوراک، غذا آماده کرد. باید این چیز میشد. اگر من راهبر میشدم امروز این صلاحیت داشتم. امروز من میتونستم که هزارها نفر بیام در اتریش جا بکنم، در آلمان جا بکنم، در نمیدونم در پولچا، در ونگریا جا بکنم. ونگریا کشور نیست که مثل امریکا گران باشه نرخ و نواش. حتی این حکومت ها خودشون براتون داستو میتین، امکانیت میتین. 90% کار به پول حل میشوه رایگان. فقط مسئولیت لازم است برای این ملت. فقط کسی باید راهبر باشه که مسئول باشه، مسئولیت حس کنه بالای ملت. اما یا چیکار کردیسن تو امروز؟ حکومت مردمی ملسن یخیده گوش کنین، نظر کنین. 10 روز از جنگ زد شهروند این ملت از خطر قرار داره. حکومت برای ملت چی کار کرد؟ آیا رادیوی ملت از این مردم گپ میزنه؟ تلویزیون از این مردم گپ میزنه؟ روزنامه و مجله و شبکه‌ای که دارین رب به این همین حکومت داره آیا از این مردم گپ میزنه؟ آیا در جای شوریدن که امام علی رحمانوف همدردی به گذشتگان این ملت در خاک بکنه؟ آیا کرد؟ آیا وزارت کارهای خارجیش یکم تصمیم بالاخره بعد از 10 روز میگیره؟ نمیگیره. برای چی؟ چون اینا مردمی نیستن، اینا از این ملت نیستن. اینها یک گروه زناکار و تجاوزکار با راه غیر انتخاب بالای این ملت آمدن. بفهمین؟ گریه من نه از آن است که بیچاره شدم،
از او داد نمیگم که من در زیر توپ موندم، من در زیر جنگ خرابه موندم، من از او نمیگیرم، گله ندارم. گریه من از او، از دادی من، فغانی من، دعوای من از او است که ما میگه ما حکومت مستقل داریم، ما میگه پیشوای معظم داریم، ما میگه پیشوای تاجیکان دنیا داریم. اینایی از گله من، اینایی است که برای این 4 تا احمق بشرف عنوان دادن، نام دادن، نمیدونم نام چه در تاریخ نویستن، براش کتاب نویستن، براش شعر نویستن، براش غزل و رباعی و دو بیتی و نمیدونم قصیده و چیزی بود براش نویستن. دادی من از این است که اینایی بشرفا دیدن در این روز برای شما چیکار کرد. اینایی جسد نگاه کنین، فرزندی تو اگر باشه 40 روز داره. از این من حرف میزنم، دعوای من از این است. و خدا قسم بسیار سخت است واقعا. من وقتی همین مقاله را وقتی دیدم، گرچنده خب این هموطنای ما زیاد همسالت زیر نمیدونم سیاست خطا در میگذارن در روسیه، ولی در این نبرد طفل 45 روزه وقتی از دنیا میگذره این بسیار دردناک است. شخصا برای من و خدا قسم دردناک. شاید هر کسی که پدر است براش دردناک باشه که یک فرزند 45 روزه جایی چگونه میمیره. میروند زیر تخانه ها، جنگ است و همون شش مرهم میکنه، تخانه است، طفل خورد است، نفس درست نیست، اکسیژن در اوجه نیست، شش ورم میکنه، نفس کشی، حالت نفس کشی چی حالت دیگر میشه، نمیتونه انسان نفس کاملا درست بکشه در حالی که او کودک است. از همونجا دیگر به هلاکت میرسه. ولی اگر حکومت ما میشد چیکار میکرد؟ سرجم میکرد جلسه های امروز برای تعیین وظیفه، برای سفرهای خدمتی، سفرهای کاری، نمیدونم بین المللی کردن نوروز، آتش پرست، فلان چارت پارت چیزای بمانه. ولی در این مسائل یک جلسه، یک ستاد مخصوصی نیست.